خلقی جمهوری تاجیکستان لولا عزیز با آمدن یک ترتیب افتخاری با آنو مرحبا چشمانی تو چون جلوه زند در نظری من چی گنجی امید و سهر و هم سمری دست بابا خوش باقی پر از میوه و گلهای تری من این نیلوفری من ای گوش چپری من باشی تو همیشه نوری بسری من یک ترتیب افتخار پیدا بزنیم ما یک تشریف آمده نتونست ایلامی تشریف بار دیگر تبریک میکنیم با دعوت تشریف ای خارج کشور ای جمهوری با ما دوست و برادر هندوستان آقای شاهرخ خان آمدن یک ترتیب آقای شاهرخ خان بزنیم مرحبا در دست مهری انبر میلا هر موسم رنگیلا سده سهمیرا سده سهمیرا دولت پیها کوئی لگا ہے ساون کھڑکیاں ہے سده سهمیرا سده سهمیرا تشکر ما یک چیز حیرانم در دوره شوروی وقتی عروس شده کلینش میرفتن که خانه داماد مادر شوهر مادر داماد در روی حرمت احترام کلینچکای بیشتره اما جان و خاله جان میگفتن حاضر کلینچکای هست که 21 بلا آچه جان میگه آچه جان میگن ساعت 11 خواب میخیزن کلینچکا من شما دخترها من شما یک چی میگم یک برادرانه میگم یک برادرانه نصیحت مصلحت سخنی خوب بگو شما روی که خود کلینش ده مادر داماد آچه جان نگوید تو باید بیزور آچه گوی شما بیره که آچه جان میگن مناقشه در را سر میزند یک ماه پس آچه قطعی دختر روی کنی مکنی میکنن همون خاله گوینو اما گوینو ساعت 10 نه ساعت 6 سحر خیزین آب تورات پیر کامپلیت دوش نگیرین خودش یک دولتی کلانای قرصا برای کلینچکا میزنیم ما صحتمند باشن تنصیحت باشن و باز یک هنرمندی مردم جمهوری تاجیکستان نگینه بانو رو بابا مرحبا چو آمدی دمی در نازی آشکانم کن چو آمدی دمی در نازی آشکانم کن بیا بخوانم